دیگر گفتند که مرد روزه میگیرد ولی شب زنا میکند، این چی میشود؟ و یا عکس های عریان تماشا میکند، اگر جنابت شود آیا کفارت میدهد یا روزش قرض میگیرد؟ برادران عزیز و گرامی، برای همین نفری که روز روزدار باشد و شب زنا کند، روز روزدار باشد و شب با نوشابه های اسپیرتی مقصد روزش کشاید، روز روزدار باشد و شبی دراز مقصد با تلفن همان زنهای لوچ تماشا کند، بهترش همین است که این آدم روزه نگیرد. یا اگر آدمی نمازخوان هم که باشد، بهترش همین است که این آدم نماز دیگر نخواند، زیرا ایرا در کتاب ها همچون مسخره در دین میگن. برای همین این سوال برادر عزیز جوابش همین است که شریعت همین را میگه وقتی که این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، نمازی که اگر تو از کارهای زشت من نکرد، معلوم است که نماز از برای خدا نیست. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، من توصیه‌ام همین است که شما وقتی نماز میخوانید، وقتی روزه میگیرین، از این کارها باید که شما دیگر توبه داشته باشین، دست کشیدگی باشین، زیرا اینها همون ویروس های هستند که تمام ثواب را خورده نابود میگردانند. الله مهربان باز هم عاقبت هامون بخیر کنه، ایمان هامون با سلامت نگه داره، محبت هامون، میل هامون باز به سوی دینش زیاد بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.